به نام خالق سلامتی. سلام و خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه‌های عجی مجی سلامتی، راهنمای عملی برای داشتن سبک زندگی سالم. من بهروز فنایی، مدیر مسئول سایت نسخه سلامتی.com هستم و خیلی خوشحالم که در این برنامه با تو دوست خوبم همراه هستم. میخوام تو این برنامه تو رو با یک مفهوم کاملا جدید آشنا کنم که شاید تا این لحظه تو دوست خوبم در مورد اون مطالب زیادی رو مطالعه نکرده باشی یا مطالب زیادی رو نشیده باشی و شاید میتونم بگم این مهمترین چیزی باشه یا جدیدترین چیزی باشه که تا این لحظه تو در مورد موضوع سلامتی و بدن خودت شنیده باشی. میخوام تو رو با موضوع بسیار مهمی به نام علم زندگی آشنا بکنم. بله درسته دوست خوبم، زندگی هم دقیقاً یه علمه. اگه تو بتونی قوانین اونو به درستی یاد بگیری میتونی به مکانی برسی به نام سلامت کامل. تفاوت علم زندگی با بقیه دانش‌ها در اینه که تو دوست خوبم برای یادگیری هر علمی به احتمال زیاد به یک استاد، یک سری ابزار و امکانات و یک سری فرمول‌ها و فرضیه‌های اثبات شده‌ای نیاز داری تا بتونی به یک سری آگاهی‌های علمی دست پیدا بکنی. اما در علم زندگی تو فقط باید به بدن خودت رجوع کنی و با شناختی که از بدن خودت پیدا میکنی میتونی ارتباط بسیار محکم، ارتباط بسیار هوشمندانه بین بدن خودت با طبیعت، عوامل و عناصر طبیعی پیدا بکنی. این امر یه آگاهی عالی به تو دوست خوبم هدیه میده که میتونی به کمک اون به سلامتی کامل و پایداری دسترسی پیدا بکنی. علم زندگی یک راهنمای زندگی سالم و داشتن یک سبک زندگی سالم به روش آیورودا هست. آیورودا چیه؟ آیورودا یک کلمه سانسکریته که از دو تا واژه مشتق شده. یکی آیور به معنی زیستن و دیگری واژه‌ای به نام ودا به مفهوم دانش یا همون علم و روی هم رفته آیورودا میشه به معنی دانش زیستن. اما ببینیم که هدف آیورودا چی هست؟ هدف آیورودا اینه که به ما بگه چطوری میتونیم بدون واهمه و ترس از دخالت بیماری یا عوارض پیری رو سرنوشت زندگیمون تأثیر بذاریم و اونو کنترل بکنیم. دوست من، تمام راهنمودها و راهکارها و پیشنهادهای آیورودا در این پایه استواره که ذهن ما بسیار قدرتمنده و میتونه تأثیرات عمیق و مهم و ژرفی رو بر بدنمون به جا بذاره و رهایی از بیماری به این بستگی داره که با هوشیاری خودمون بتونیم در تماس باشیم و اون رو متعادل بکنیم و سپس این تعادل رو به بدنمون هم منتقل بکنیم. اما هوشیاری متعادل چیه؟ هوشیاری متعادل حالتیه که میتونه بیش از هر سیستم ایمنی جسمانی دیگه‌ای سلامتی رو برامون به وجود بیاره. دوست خوبم، تفاوت علم زندگی به روش آیورودا با علم پزشکی امروز در اینه که در علم پزشکی هدف فقط سلامتی جسم و ذهنه، اما آیورودا یه قدم فراتر از اینا میذاره و در طلب اینه که همه جوانب زندگی رو به یک سطح بسیار بالا و بهتری ارتقا بده، از جمله روابط بین افراد، احساس رضایت از شغل، رشد معنوی، هماهنگی با جامعه، هماهنگی با طبیعت و همه این مسائل یک پیوستگی تنگاتنگی با ذهن و بدن ما داره. خب ممکنه این سوال الان به ذهن تو دوست خوبم خطور کرده باشه که خب این علم زندگی چه مزیت‌هایی میتونه واسه من داشته باشه؟ چطوری میتونم از این علم آگاه بشم و استفاده بکنم؟ و اگه از این علم و آگاهی که به دست میارم استفاده بکنم، خب نهایتاً چه چیزی عایدم میشه؟ قبل از اینکه پاسخ سوالاتتو بخوام بدم، باید به این نکته مهم اشاره بکنم دوست خوبم که برخی از مطالبی که در ادامه میخوام عنوان بکنم ممکنه که کاملا برات عجیب و غریب باشه و تا حالا باشون برخورد نکرده باشی یا اون کارها رو انجام نداده باشه. اما مسئله مهم اینه که باید تو در نظر داشته باشی که اگر قراره به یک آدم جدیدی تبدیل بشی، باید باورهای جدید، کارهای جدید رو بتونی تجربه بکنی. و به تو دوست خوبم قول میدم که انجام تمرینات و کارهای این دوره به مراتب راحت‌تر از خوردن مواد شیمیایی مضر و پرداخت هزینه‌های سنگینی هست که بخوای به خاطر معالجه
انواع بیماری ها داشته باشی و مطمئنم که از نتایجی که به دست بیاری خیلی سریع شگفت زده میشی. اما نکته مهمیه که لازمه بدونی دوست خوبم اینه که راهنمودها و تکنیک ها و مطالبی که در این برنامه میگم صرفا برای آگاهی و پیشگیریه و در درمان بیماری یا به عنوان جایگزین برای مراقبت های پزشکی معالجه نباید مورد استفاده قرار بشه. اما این اصل مهم رو باید همیشه در نظر داشته باشید دوست خوبم که پیشگیری همیشه بهتر از درمانه و علم زندگی این اصل رو برای تو دوست خوبم مقدور میکنه که بتونی همیشه قبل از درمان پیشگیری‌های لازمو داشته باشی. اما بریم ببینیم که آیورودا در علم زندگی برای تو دوست خوبم چه کاری میتونه انجام بده. کاری که آیورودا در علم زندگی برای تو انجام میده ایجاد تعادل پایدار در سبک زندگی روزمره تو دوست خوبم است. تو در ابتدا به کمک انجام یک تست کاملا ساده نوع بدن خودتو به طور دقیق میتونی تشخیص بدی. دوست من، هر فردی برای رسیدن به زندگی بهتر و سلامتی پایدار باید بتونه نوع بدن خودش رو بشناسه و برای پراکریتی خودش ارزش قائل بشه. چیه پراکریتی؟ پراکریتی همون طبعیه که هر کسی داره که دقیقاً منطبق با طبیعت و عناصر طبیعی موجود در جهان هستی است. شناخت این طبع اولین گامیه که تو دوست عزیز باید برداری تا در مسیر کسب تعادل با طبیعت بتونی قرار بگیری و نهایتاً به سلامتی پایدار برسی. و سپس در گام دوم بر مبنای تشخیص نوع بدنت میتونی یک رژیم غذایی متناسب با طبع بدن خودت رو انتخاب بکنی که تماما بر اساس مواد طبیعی تنظیم شده و خیلی راحت هم در دسترس هست. در گام سوم یک سری تمرینات بدنی متناسب با نوع بدن تو دوست خوبم برات تنظیم شده که اگه بتونی تمریناتت رو مطابق طبع بدنی خودت انجام بدی میتونی علاوه بر این که از انجام این تمرینات لذت میبری حال احساس خوبی رو هم تجربه بکنی. در گام چهارم تو دوست عزیز با یک سری از روالهای منظم روزانه منطبق با نوع بدنت که قبلا تعیین کردی و نسبت بهش آشنا شدی میتونی انتخاب بکنی و این روال رو به سبک زندگی خودت تبدیل کنی و خیلی زود از نتایجی که هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ ذهنی و به طور کلی در همه جنبه‌های زندگیت میتونی بگیری لذت ببری. در ادامه با مبحث پاکسازی جسم و ذهن آشنا میشی که در صورتی که قبلا از دوره نسخه سلامتی من استفاده کرده باشی حتما با مبحث پاکسازی و اهمیت اون حتما آشنا هستی که برای کسب اطلاعات بیشتر میتونی به سایت نسخه سلامتی.com با آدرس www.nuskhesalamati.com مراجعه بکنی و اطلاعات لازم و کافی رو به دست بیاری. تکنیک های تکمیلی تری که در علم زندگی یاد میگیری کاملا ساده و اکثرا رایگان هستن و تو دوست خوبم با انجام اونا میتونی احساس سبکی، نشاط، شادابی و سرزندگی بیشتری رو تجربه بکنی. بذار علت این قضیه رو با یک مثال بیشتر واسهت توضیح بدم. زمانهایی که محل زندگی تو، محل کارتو یا میز کارتو تمیز میکنی دقت کردی که برای چه حس خوبی به دست میده؟ یا مثلا بعد از خونه تکونی قبل از ایام نوروز این نظافت و پاکسازی دوست من در سطح ناخودآگاه انسان تاثیر خوبی به جا میذاره و دقیقاً زمانی که تو دوست خوبم هم تمرینات مربوط به پاکسازی جسم و ذهن را انجام میدی به مراتب بیشتر از این مثالهایی که برات زدم میتونی حس حال خوبی رو تجربه بکنی. دوست عزیز، زمانی که تو محصول علم زندگی رو تهیه میکنی به همراه اون یک هدیه رایگان ارزشمند که یک فایل سابلیمینال هست برای تعادل چاکراها که نقش مهمی در تعادل و سلامتی دارن دریافت میکنی. چی هستن این سابلیمینال ها و چاکراها؟ سابلیمینال ترکیبی از موسیقی های آرامش بخش و صداهای طبیعیه که به گونه‌ای تنظیم شدن که در سطح ناخودآگاه بر روی چاکراها تاثیر مستقیم دارن و گوش دادن روزانه و مرتب اونا میتونه اثر بخشی تمرینات علم زندگی رو به مراتب برای تو دوست خوبم افزایش بده و در مدت زمان کوتاه‌تر نتایج بیشتری رو عاید تو دوست خوبم بکنه. چاکراها همون کانال ها یا مراکز انرژی بدن هستن که از طریق این کانال ها بدن میتونه با طبیعت ارتباط برقرار بکنه و بدن دارای 7 چاکرای اصلی هست که هر یک مسئولیت بخشی از هماهنگی بدن با طبیعت رو بر عهده داره
و برخلاف فایل های خود هیپنوتیزم، فایل های سابلیمینال رو میتونید تو دوست خوبم در حین انجام کارهای روزمره، در هنگام رانندگی یا مطالعه کردن هم گوش بدید و از تاثیرات اونها بهره مند بشید. حالا که تو دوست خوبم این اطلاعات رو به دست آوردی، میتونی همین الان دست به کار بشی و با تهیه این محصول ارزشمند اولین قدم رو در مسیر کسب سلامتی پایدار و داشتن یک زندگی سالم برداری، به خاطر اینکه تو اشرف مخلوقات خداوند هستی و تو لایق خوشبختی و لایق داشتن یک سبک زندگی سالم هستی. ممنون هستم که تو دوست خوبم در این برنامه همراه من بودی. فراوانی علم و آگاهی و سلامتی همواره بر تو دوست خوبم جاری باد.